دوستان عزیز، همونجور که مشاهده میکنین ایرور نمیتونم وارد بازی شم. این مشکل برای همه در اول سیزن هست. اول سیزن کلا داستان همینه، نمیتونی با DNS وارد بازی شی. اصلا با هر چی که بخوای نمیتونی. اول سیزن همین جوریه. بعضی از کسایی هستن که مثلا تو کارشون مثلا همین اشتراک میفروشن و تو زمینه پابجی فعالیت میکنه، تو زمینه گیم فعالیت میکنه، که میگن آقا جان بیاین اشتراکای ما رو بخرید، مشکل ورود به بازیتون حل میشه. ولی نه، اینطور نیست. این مشکل برای همه هست. مشکل ورود به بازی اول سیزن یک چیز عادیه. خب آخر ویدیو براتون یک کد DNS میذارم که با استفاده از این کد شما راحت میتونی ورود به بازی شی. اصلا کلا ایرورت رفع بشه و ساب خوردن بره داخل بازی. فقط برای دانلود کردن هایتما یکم ضعیفه، نمیتونه. مثلا برای دانلود کردن نیست این کد. دانلود میکنه ولی ضعیفه. بستگی به اینترنت شما داره. اینترنتتون قوی باشه دانلود میکنه، خوب دانلود میکنه. ولی اینترنتتون مثلا ضعیف باشه نه. فقط مشکل ورود به بازیتون حل میشه. و لطفاً خام حرفای سودجویان اول سیزن نباشه. اونا کارشون همینه که اشتراکاشون اول سیزن بند کنن به هر کسی که خام حرفاشون میشه. حالا به قیمتی که مثلا اول سیزن خب بیشتر میده، میگه مشکل داره 100% میاد میخره تا بره وارد بازیشه. چون باید وارد بازیشه، چون بازی که همیشه داری میکنی باید وارد بازیشه. و تو هم میگی آقا جان اشکال نداره 300 تومن 400 تومن هر چقدر باشه من میخرم، فقط مشکلم حل شه. نه، لطفا از این کارا، از این پولای الکی به اینجور آدما ندین و خام حرفاشون نشید خواهشن. کد دینوس همونجور براتون میذارم، این کدو بزنید. خیلی عالی، هم ریجسترش خوبه، هم پینگش خوبه. پینگ 40 30 به خودم داده، پینگ 30 بهم داده، 40 بهم داده، 100 بهم داده. اونجور نشده که پینگ بالا 200 بهم بده. برای من اتفاق نیفتاده. خدا کنه برای شما همینجوری باشه و هیچ مشکلی براتون پیش نیاد. لطفاً لایک ویدیو رو بزنید، چنلم ساب کنین که کلی آموزش خفن براتون میزنم تا گول آدما، اینجور آدما رو نخورید و خام حرفاشون نشید. با سپاس.